سلام. دهی 60 قشنگ کجایی؟ یادته روزای ما دهی 60 و چه بازی های ساده ای داشتیم، چه روزگار خوبی بود، چه رفتارهایی بود. به قول ما خراسانی ها میرفتیم خونه دایی، خونه خاله، میگیم شب چراغونی، بریم به چراغو. به قول ما چراغو، شب چراغونی میگفتن چراغو. حالا ما با لهجه خودم میگم. ولی چه زمانی بود، گذشت ولی رفت تو خاطرات، دیگه نمیاد. این گوشی هایی که اومده الان اینترنت فلان جامعه رو از هم پاشید. ما یادمون نمیره که جلو پدرمون قد بلند کنیم یا پاهامون رو خواسته باشیم درست کنیم. ولی جوانای الان حرمت پدر مادر رو اصلا ندارن، اصلا. بماند. ما اگه عاشق اون زمان مثلا 22 سال پیش، مثلا 23 سال پیش عاشق یکی می شدیم، حالا من میگم، من خودم جرأت که بخوایم بریم روبرو بگیم دوست داری، عاشقتی، نداشتی، یواشکی یه نامه یه چیزی میدادیم اون آدم مورد اعتمادمون، میدادیم میرفت. ولی الان دیگه خدا بیامرزه، پارتر داره، نمیدونم شوگر مامی داره. آقا ولکن جمع کنیم بابا این بچه بازیاتونو. شوگر مامی نیستی همون. پرچم هرچی 50 و 60 بالای. آره دوی